ساعت 5:40 صبح و الان به شدت خستم، خیلی خستم. نباید بخوابم دیگه، چالشی که باید تمامیش کنم. و اینکه میبینید دراز کشیدم، من نمیتونم تا صبح 3 روز سر پا 5 روز سر پا بایستم که رو صندلی که نمیشه اینجا خوبی بشینم. دراز کشیدم که یوتیوب نشستم داشتم فیلم میدیدم. حالا من قرار بودش 40 دقیقه پیش برم مدرسه، اصلا حواسم به ساعت نبود، همینجوری داشتم برای خودم فیلم میدیدم میگشتم و خسته باید پشم برم مدرسه. بریم حالا اگه تونستم تو رو، اگه نه توی کلاس ها میگیرم. خب دقت کنید که الان ممکنه دانش آموزان متوسط بالا چون یا عدد در هوا عدد رو میشناسیم باید بیان کوچکترین شمارنده مشترک و همون وقتایی ممکنه اشتباه کارتون اینه x برابر 2 رو اگه دقیقاً یک x برابر 2 کامل بدون چیز اضافی بالا بود حل می‌کنه که نداره. دقت کنید اگه این بود باز هم فرق نمیخوره، چون x برابر 2 تنها این چیزایی که الان هم میتونیم بگیم این با این هست میشه، چون توسط برنامه به بقیه هم وصل شده. از این درجه تا درجات آخر مخرج رو تبدیل مرسی آقای صالحی. از این لحظه تا مراحل پایانی مخرج‌ها فعلا تبدیل بریم هم تا 2 برای نورمالی مخرج داره خب موجودن که ایرانی ها مثلا خوب سواد نداشتن. ایرانی ها به جز تهران که پایتخت بوده، بقیه ایران که به این وسعت که ما این همه شهر و روستا داریم هیچشون سواد نداشتن، خرافاتی بودن، از بهداشت و اینجور چیزا هم اطلاعی نداشتن. در تهران هم کسانی که سواد داشتن سوادشون در حد قرآن و اینجور چیزا بوده، یعنی سواد فکر میکردن که نهایت مثلا با سواد بودن این که بتونن بخونن، یعنی نفر که قادر به خواندن بوده دیگه خیلی با سواد بوده، نهایت سواد همون زمان در عربی بلد است، فارسی بلد نبود. انیشتین ثابت کرد که زمان نسبی چیه؟ تفاوت رو احساس وقتی تو اینستا زیاد میگه، من همون تو اینستا دیده بودم. آقا من تو اینستا دیدم. زمان نسبی یعنی چی؟ یه ده شنیدم یا اطلاعات ندارم. تو میدونی؟ من نمیدونم، من نمیدونم. این زمان اونقدر چیز عجیبیه که حتی برای نیوتن که آقا ایدو داره دعا دیگه ما از نیوتن کسی که آیکیوش بالاتر بوده نداشتیم در کار. درست. نیوتن چون قبل از انیشتین بوده 350 سال پیش در لندن میزیسته، نیوتن هم طبق کتاب فیزیکش زمان رو مطلق میدونسته، یعنی از هر ناظری از هر جا با هر سرعتی به یک پدیده نگاه کنه همه میگن که مدت زمان این چیز اینقدر طول کشید. مثلا ما اومدیم سر کلاس، درسته در موقعی که وارد این کلاس شدیم یک نفر از هر جا ما رو ریاضی ثابت کرد. آقا نیوتن زنده بوده، پروتون مرده بوده. وگرنه نرفت کسی که تا زمان انیشتین که کسی ابزارش نداره. البته این حرف انیشتین کسی باور نکرد، حتی تمام فیزیکدانان جهان حرف انیشتین رو باور نکردن. این زمان نسبیه فقط منتظر بودن که خورشید گرفتگی در آفریقای جنوبی رخ داد، رفتن ببینن از روی خورشید گرفتگی ببینن آیا انیشتین داره درست میگه. جایزه نوبل به انیشتین دادن جایزه نوبل، ولی نه به خاطر نظریه نسبیتش، به خاطر حرکات ذرات دادن. وقتی خورشید گرفتگی شد و رفتن در آفریقای جنوبی پدیده خورشید گرفتگی نشانه‌هاشو دیدن، مثلا سر کلاس ریاضی ما با فرمولای انیشتین درست درمیاد. الان باید علوم بگن یا کجا بعد باید از مرگ انیشتین در این سالهای اخیر دقیقاً ثابت شده که حرف انیشتین درست. آقا الان مثلا اینجا خورشید گرفتگیه، تو جنوب ایران هم خورشید گرفتگی. بله. خدا بیامرز زمان نشه 25 خدا بیامرز کیا؟ روز قبلش
این مادرشه. نوشتید؟ این گر مخرج‌های مشترک رو نوشته صورت‌ها رو با هم تفریق می‌کنه. آقا شریفی ساکی بابا الان سر کلاسه آقا شماره 11 آقا معلم سر آقا در پاک کرد تو جواب آی زره بیا بگی نترس بگی دوست پسر مامانش مگه نبود؟ باباش عروشه. مگه دوست پسرش نبود؟ خب سوال ثبت بعدی آقا همین ننوشتیم این بیاتون میره اگه یه عکس باشه یه نفر باشه عکس بگیره از داخل اون اتوبوس هر ایستگاه که نگاه کنید کم شد زیاد شد رنگ‌ها، چهره‌ها، اشخاص، شخصیت‌ها همه با همین دیگه عوض میشن. بچه‌ها دنیا محل عبوره. شاعر میگه دنیا پلیس برگوبر روز آخرت دنیا پلیس برگوبر روز آخرت در روز آخرت جای رفتن هیچ میکروفون چادر نمیزنه استراحت کنه هیچ میکروفون شما نمیزنه چون محل عبوره. دنیا پلیس برگوبر راه آخرت اهل تمیز خانه نگیرد بر پلیس کل جای بودن شما میکنه حالا هیچ نامه نکنم یه ساعت برای من داشتم چون میشن که 5 سال پیش رفتم باید یعنی این اینستاگرام یه پیام میدرد معلم تبریک میگرد من یا ای یا هر وقتی باشیم این پیام میدرد کجا خب این هم که شد از مدرسه ما اصلا چه مدرسه داره. این از کلاس ریاضیمون مطالعات رو نمیدونم نگرفتم قرآن رو اصلا قرآن یه چیزایی میگفت ریاضی وای اصلا ببین یه وضعی اصلا دیگه چقدر نور سیاه میکنه یعنی زاویه و این خوبی به این مشتی بابا بلکه این اتاقا رو نگیر دیگه ای بابا یا که الان نور میزنه من بد میشم یه قصب الان خوبه الان این اصلا یه دفعه میبینی داره ریاضی درس میده یه دفعه میبینی وسط ریاضی میره سراغ نمیدونم پیامبر به فلان کس چی گفت اصلا مغز ما رو یعنی آره دیگه فهمیدید. امشب شب 4 فردا شب آخره که اگه بتونم تا فردا دوام اوجی چقدر خسته بودم من امروز صبح نمیتونستم اصلا بشینم خواب بعد دیگه مجبور بودم سر کلاسام وایسم یعنی درسام مهم بود بعد آره دیگه خسته چیشو کوفته یه قهوه رفتیم بعد از یه قهوه زدم و یه انرژیزا هم خوردم نه بلافاصله روش اصلا چیز وحشتناک میشه قهوه و انرژیزا با هم دیگه و چند دقیقه بعدش هم یه انرژیزا خوردم و بعد حالا فعلا یکم اوکی هم همین که خودتون دارید میبینید دیگه بعد آره دیگه حالا ببینیم امشب چیکار میکنیم اینکه لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. آقا این ویدیو نزدیک 40 تا پارته من فیلم برداری کردم و یه مشکلی که هست ویدیو بکنم بالا 3-4 گیگه من فقط میخوام از این ویدیو حمایت بشی یعنی من دارم دیگه کانتنت ها رو میبرم یه سمت مشتی دیگه میخوام پرقدرت ادامه بدم کانتنت ها رو ببین چه چیزای خوبی هم دارم براتون میسازم دیگه ولاگا رو دارم قشنگ یکم درست حسابی ترش میکنم بعد چالش‌های خفنی قراره بذارم نمیدونم اصلا یه ایده‌ای تو سرم حالا بذار لپتاپم هم بیاد این ویدیو هم فکر کنم میره برای دوشنبه میره برای جمعه چون به دوشنبه نمیرسه میره برای جمعه
که اگه خدا کنه برسه به جمعه، چون خیلی طولانیه ها. اصلا تعداد فیلم ها زیاده، حجم فیلم ها زیاده. اگرم به جمعه برسه خیلی دیر آپلود میشه، به ساعت 2 نمیرسه. بعد اینم از اینو. آره دیگه، حالا لپتاپ من حالا قراره امروز فردا بیاد آماده بشه، میریم حالا سراغ بازی‌های جدید و اینجور چیزا. حالا بریم حالا فعلا سراغ کاری که میخوایم انجام بدیم و بعدا اینجوری ایده ها رو حالا بهتون کم کم یواش یواش بهتون میگم.